سلام دوستان، فرزاد شاهونده هستم. در این ارائه قصد دارم روش مونته کارلو رو برای شما در پایتون پیاده سازی بکنم در قالب یک مثال و سودوکد اونم همونجوری که پشت سرم میبینید برای شما توضیح بدم. توی این کدی که پشت سر من ملاحظه می‌فرمایید پالیسی پای ما تعریف میشه و بعد از اون تعداد اپیزودهایی که میخوایم بر اساس اونا کار انجام بدیم و لرنینگ انجام بدیم رو مشخص میکنیم. کیو ما در اینجا که آوتپوت ما خواهد بود به سمت کیو پای در صورتی که تعداد اپیزودها به اندازه کافی زیاد باشه میل خواهد کرد. برای اینکه تعداد هر کدوم از استیت اکشن ها رو نگه داریم یه n تعریف میکنیم و اول کار اون 0 قرار میدیم برای تمام استیت های خودمون و یک عدد سام تعریف میکنیم که این سام برای هر کدوم از استیت اکشن ها میاد مقدار مجموع ریترن ها رو تو خودش نگه میداره برای هر اپیزود و اول کار اون رو 0 میکنیم و یه حلقه فور میسازیم که از 1 تا تعداد اپیزودهایی که ما میخوایم کار بکنیم شروع کنه حرکت کردن و در هر کدوم از تکرارهای حلقمون یک اپیزود از S0 و اکشن A0 و ریترن 1 میسازیم. استیت 1 اکشن 1 و ریترن 2 همینجوری الی آخر تا استیت فاینالی که بهش میرسیم. همه اینا بر اساس پالیسی پای ما در واقع ساخته خواهند شد. حالا شروع میکنیم بر هر کدوم از اینها از 0 تا TMN هایی که تا تهش باشه استیت و اکشن ها رو بر اساس فرست ویزیتمون ریترن GT اونا رو به دست میاریم. اگر این اولین باری باشه که این استیت و اکشن میادش توی اونجا nمون رو 1 دونه اضافه میکنیم. پس بنابراین برای هر استیت و هر اکشنی ما یک در واقع G رو به دست میاریم و تعدادی که توی اونجا اول کار 0 بوده رو یه دونه اضافه میکنیم میشه 1 و بعد از اون خروجی ما به صورت سامیشن استیت اکشن ها میادش که GT رو به اضافه استیت اکشن فعلیمون میکنه و ریترن میکنه برمیگردونه توی استیت اکشنی که ما قبلا داشتیم به صورت مجموع. فقط دقت بکنید ما برای فرست ویزیت اولیشو میذاریم ولی اگر قرار بودش که به صورت every visit باشیم حالا توی مثال ما با every visit حلش میکنیم میایم مجموع میگیریم و از روی اونا یک میانگین میسازیم. حلقمون تموم میشه و این سام رو به تعداد NSA تقسیم میکنیم و خروجی Q برای هر کدوم از استیت اکشن ها به وجود میاد. ما تا همینجا کار میبریم جلو دیگه. بهینه کردن پالیسی و اینا رو میذاریم برای یک ارائه دیگه و الان میریم همین رو سعی میکنیم توی پایتون پیاده سازی بکنیم. کاری که ما میخوایم بکنیم این هستش که از بلک جک میخوایم استفاده بکنیم یا همون 21 خودمون که با ورق بازی میکردن. روش کارم با این صورت هستش که من این رو بیارم بالا. بله خب همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید ما از کتابخونه جیم استفاده میکنیم و یک سری یوتیلیتی هم اینجا حالا تعریف شده که من اینا رو توی کپشن براتون میذارم که این یوتیلیتی ها کمک میکنه که مثلا پلاتا رو داشته باشیم، نمودارها گرافا رو داشته باشیم و برای ویژوالی دیدن کارمون خیلی کمک کننده هستش. در اینجا یوتیلیتی هامون رو ایمپورت میکنیم. توی این قسمت هم مربوط به وارد کردن همونا هستش. حالا یه انوایرمنت ما تعریف میکنیم که بلک جک ورژن 1 هستش. این رو شما با متد میک میتونید از توی جیم فراخونش بکنید. پس بنابراین الان توی انوایرمنت ما بلک جک بارگذاری شده. من اینا رو همه رو تا اینجا دونه دونه اجراشون بکنم.
الان environment ما ساخته شد. حالا observation اسپیسش رو اگر بخوایم ببینیم، این در واقع یه 32 تایی، یه 11 تایی و یه 2 تایی رو اینجا الان داره به ما معرفی میکنه به صورت یک تاپل. عدد اولی که تو اینجا هستش توی بلک جک، این سامیشن مربوط به ورقهایی هستش که شما از دست دیلر گرفتید و دست شما هستش. دیسکریت دوم که 11 تایی هستش، مربوط هستش به این که اون ورقی که دست دیلر هستش و رو کرده اون چه عددی هستش، و عدد دوم هم برای شما مشخص میکنه که آیا شما از آس میخواین به صورت 1 یا 11 استفاده بکنید یا نه. اگر از آس به صورت 1 یا 11 بخواین استفاده بکنید این ترو میشه، اگر نه این فالس خواهد شدش. پس بنابراین ما استیتی که داریم تو اینجا تعریف میکنیم یه استیتی هستش که یه تاپل ستایی هستش. در مورد اکشن همون ما 2 تا اکشن بیشتر نداریم. یا میخوایم که موقعی که دیلر رو بهش بگیم 1، یعنی 1 کارت دیگه بهمون بده، پس این تو این دیسکریتی که اینجا داریم یا 0 داریم یا 1، و یا میخوایم بهش بگیم که به ما نده. اگر بخوایم بگیم که به ما کارت بده 1 میشه، و اگر بخوایم به دیلر بگیم به ما کارت نده باید 0 باشه، یعنی خوندنمون تموم میشه، دریافت کارتامون. در مورد استیت ها با ریست، متد ریست از کتابخونه در واقع جیم قسمت مربوط به بلک جک، استیت هامون رو مثلا به عنوان یک نمونه من اینجا آوردم. ما که ریست میزنیم شروع میکنه بازی رو از اول پیاده سازی کردن. خب توی استیتمون اینجا یک قسمت در واقع براکت خالی هم اینجا میبینید که بخش اینفورمیشن هستش و برای ما کاربردی نداره توی این پیاده سازی. الان توی اینجا این 3 تا عدد رو چجوری باید تفسیر کنیم؟ عدد اول کارتایی رو که به دست ما داده دیلر، الان 9 تاست جمعش. عددی رو که خودش رو زمین گذاشته و رو کرده عدد 5 هستش، و ما یوزبل ایس یا آسی که 1 یا 11 باشه رو نداریم. خب پس الان وضعیت ما تو اینجا توی استیت مشخص هستش که چه کارتایی داده شده و چه کارتایی گرفته شده. عرض کردم این قسمت رو هم ندیده میگیریم برای اجرای کار. خب به عنوان یک مثال از environment با متد اکشن اسپیس یه سمپل میخونیم. پس اکشنی که الان ما اینجا داریم الان 0 شده. اگه یه بار دیگه من اجراش کنم ممکنه 1 بشه، ممکنه 0 بشه. همینطوری که میبینید این میتونه 0 باشه یا 1 باشه. در مورد environmentمون با متد استپ و پاس دادن اکشن بالایی رو که ما در اونجا داشتیم میتونیم 1 گام بریم جلوتر و همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید اینجا ما الان 1 گام رفتیم جلوتر و در واقع انگار که یک تراجکتوری برای خودمون یک قسمت رو اضافه کردیم. الان نگاه بفرمایید اینجا اون 9 و 5 سر جاش هستن. الان این یکی که بعد از اینا میادش در خروجی استپ معنیش ریواردی هستش که ما دریافت کردیم. عدد بعدی این هستش که ما باختیم یا بردیم. اگر این عدد true باشه یعنی بازی تموم شده و ریواردی که ما اینجا گرفتیم مشخص هستش. الان یک در واقع فالس هم شما اینجا ملاحظه می‌فرمایید. این مربوط به این هستش که آیا ما بر اساس تعداد کاری که داریم می‌کنیم ترانکیت انجام دادیم یا نه. این فالس معنیش اینه که مثلا یه تعدادی مشخص کرده باشیم برای استپامون که از یه حدی دیگه تعدادی بالاتر نریم، ولی چون تو اینجا عدد فالس هستش یعنی این برای ما محدودیت نداره. بنابراین 2 تای آخر رو که اینجا ملاحظه می‌فرمایید برای کار ما کاربرد نخواهد داشت. ما با استیتمون، ریواردمون و اینکه کارمون دان شده یعنی
به انتها رسیدیم یا نه کار داریم که الان اینجا ترو شده یعنی دان شده. اگر ما یه استپ دیگه بریم ملاحظه می‌فرمایید که هنوز ترو هست چون کار تموم شده بود. برای اینکه یه بار دیگه اینو ملاحظه بکنیم با هم دیگه ما یه دونه دیگه میزنیم اینجا استیتمون الان 20 شده و عددی که جلوی دیلر بوده 7 هستش. اکشنی که داریم اینی که ما دیگه نخونیم. اگه با همین اکشن بریم جلو میبینیم که استیتمون 20 خواهد بود 7 یه دونه هم ریوارد میگیریم. خب حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم بازنده برنده بودنمون هم تو اینجا پیاده سازی بکنیم. ما فقط یه دونه حلقمون رو روی یک ست میکنیم. فعلا استیت رو میخونیم و ریستش میکنیم. دانرمون رو میذاریم فالس یعنی که کارمون هنوز تموم نشده، هنوز داریم میخونیم و برگه دریافت میکنیم از دیلر و یه حلقه وایل تعریف میکنیم بر اساس دانمون که ببینیم اگر به انتها نرسیدیم استیتمون اول برامون چاپ بکنه. اکشنی رو که اینجا داریم از اکشن اسپیس یه سمپل برامون بخونه. همونجوری که گفتم دوتا آخر برامون کاربرد نداره بنابراین زیر خط گذاشتیم. استیت، ریوارد و دان رو اینجا ملاحظه میکنید که از استپ خودمون که بر اساس اکشن بالایی که تولید شده دریافت میکنه. حالا میایم چک میکنیم اگر دانمون ترو شده باشه میایم استیت رو یک بار دیگه مینویسیم. اگر ریواردمون بزرگتر از 0 باشه یعنی برنده شدیم، اگر نه یعنی که ما بازنده شدیم. اینو با هم اجرا کنیم. خب چیزی که دستمون داده 21 الان امتیازش، مشخصا الان باید برنده شده باشین دیگه. کارتی که جلوی دیلر هستش 6 رو کرده و آس در واقع یوزیبل هم ما داریم. خب الان اتفاقی که میفته این هستش که اکشن ما بعدیش 1 خونده شده بوده، بنابراین ما این یوزیبلمون که 21 بوده الان تبدیل میشه به 11 و کارت بعدی هم که خونده شده 12 و ما باختیم. بذارید یه بار دیگه اجراش کنیم. اینجا چی میگه؟ میگه 16 تا دستمون بوده دیگه نخوندیم و برنده هم شدیم. یه بار دیگه اگه ران بکنیم این دفعه مثل اینکه تعداد بیشتری خونده شده. 7 اومده دستمون و عدد دیلر 4 بوده، آسم نداشتیم، خوندیم 18 شده، ترو شده و یه بار دیگه هم خوندیم 21 شده و برنده شدیم. خب اینجا بازیکن خیلی ریسک کرده که روی 18 باز خونده، ولی خب چون به صورت رندوم داریم کارو میکنیم در مورد در واقع اکشن هامون، ما این رو به صورت تصادفی اینجا اومده و روی 18 خونده و خوشبختانه برنده هم شده. خب نامپای رو ایمپورت میکنیمش، میایم جیم رو آوردیم ولی خب یک بار دیگه من تو اینجا آوردمش. یه فانکشن میخوایم ما بنویسیم که به صورت استوکاستیک یعنی رندوم جنریت بکنه اپیزودایی رو از یک سیاست یا یک پای محدود، که حالا سیاستمون رو ما میخوایم اینجوری تعریف بکنیم که اگر در واقع بازیکن اون عددی رو که خونده بیشتر از 18 بوده باشه ما براش 80% در واقع 0 در نظر بگیریم و اگر غیر از این باشه 20% ما 0 در نظر بگیریم. 0 چی بود؟ 0 این که ما دیگه نمیخوایم بخونیم، یعنی اکشنمون 0. اکشن 0 یعنی ما نمیخوایم بخونیم، دیگه نمیخوایم کارتی از دیلر دریافت بکنیم، یعنی به این معنی. حالا اکشنمون رو میایم به صورت رندوم با متد چویس میخونیم بین 0 و 1 باشه و با احتمالی که این بالا با پراپ تعریف کردیم، probability. خب چیزی که به دریافت میکنیم نکست استیتمون، ریواردمون و دانمون هستش از انوایرنمنتمون که انوایرنمنتمون هم اینجا داریم بهش پاس میدیم، بیجه انوایرنمنت بلک جک انوایرنمنت هستش و با متد استپ اکشنمون رو میخونیم. همون کار قبلی رو داریم در واقع همینجا تکرار میکنیم. اپیزود ما اپند میکنیم به اپیزود قبلیمون، در واقع اپیزودمون رو اینجا چیکار کرده بودیم؟
خالی تعریف کرده بودیم، یه اپیزود خالی بود، حالا داریم بهش اپند میکنیم، هر کدوم از اینا رو میخونیم تا به انتهاش برسیم. خب اگر در واقع دان شد بریک میکنیم، میره سر حلقه و ادامه کار رو انجام میدیم. نتیجه خروجیمون هم میشه اپیزودمون. خب پس این چی کار داره میکنه؟ این داره برای ما جنریت میکنه یه سری اپیزود رو. این اومدیم در قالب یه فانکشن اینجا آوردیمش. حالا میخوایم بریم روش متکرر رو پیاده سازیش بکنیم. با چی؟ با کیو هستیم ما. خب با روش وی هم میتونیم این کار رو بکنیم، وی پای، ولی ما با کیو SA داریم این کار رو انجام میدیم. خب انوایرمنتمون ورودیمون هستش، تعداد اپیزودامون همونجوری که قبلا هم توضیح دادیم هستش، اون فانکشن بالایی هم میاریمش اینجا میخونیمش. گاما هم که مربوط به دیسکانتامون هستش که در خصوص پیشبینی‌های آیندهمون هستش هم عددشو علل حساب ما عدد 1 در نظر گرفتیم. میتونیم این عدد رو بالاتر یا پایینتر، بالاتر که نمیشه البته، باید پایینتر مثلا 99 یا چیز شبیه اون در نظر بگیریم. خب یه ریترن سام بود که ما اونجا سام معرفیش کرده بودیم. اینجا میایم چی کار میکنیم؟ برای تمام اکشن اسپیسمون اینو میذاریم چی؟ میذاریم 0. داریم فقط تعریف میکنیم. یه دونه n تعریف کرده بودیم که اون رو هم میایم در مورد در واقع استیت اکشن ها که چند بار اینا اومدن چون تو میانگیرین مهم میشه اونم در نظرش میگیریم. کیومون هستش که این رو هم در قالب یک در واقع فایل صفر شده در نظر میگیریم. خب این دیفالت دیکت رو من براتون توضیح بدم. این دیفالت دیکت یه چیکار میکنه؟ میگه آقا یه فانکشنی هستش که یه کار خاص انجام میده، یه سری دیکشنری رو برای ما درست میکنه. میگه اگر یه چیزی رو شما خوندید، فراخوانی کردید و اون وجود نداشت، میسازمش. یعنی نیاز نیستش که شما یه چیزی رو چک بکنید ببینید که اگر نبود بعد بسازیدش. اگر بود که بود، اگر نبود میسازش خودش. بنابراین این یک فانکشن خیلی به درد بخوری هستش که توی پایتون ما ازش داریم استفاده میکنیم. خیلی خوب، پس ما الان خلاصش بکنیم، یه سام تعریف کردیم، یه n و یه کیو و اینا رو همه رو صفرشون کردیم. حالا روی اپیزودامون لوپ میکنیم. از چند؟ از 1 تا تعداد در واقع اپیزودامون به اضافه 1 چون آخری خب خونده نمیشه. هر 1000 تایی رو میگیم به ما یه ریپورتی بده توی این حلقه دیگه که داریم میچرخی، که البته خب مهم نیستش برای ما، اون فقط داره به اون میگه که چه اتفاقی داره میفته. و حالا میایم جنریت میکنیم با همین فانکشنی که اینجا تعریف کردیم یک سری اپیزود رو روی انوایرنمنتمون شروع میکنیم به تولید کردن. خب استیتا اکشن و ریواردمون رو با این دستور زیپ استار اپیزود میاریم. این چه کار میکنه؟ میاد اپیزود ما رو، اپیزودمون 3 قسمتی بودش، استیتا اکشن داشتش و ریوارد داشتش اگه خاطرتون باشه. میاد استیت اکشن ریوارد رو از تو اپیزود ما میخونه و 3 تا در واقع بلوک مجزا برای ما درست میکنه از روی این. یعنی تمام استیتا به صورت خالص میرن تو اونجا، با دیگران ارتباط ندارن. استیتا اکشن ها و ریوارد ها اینا رو به صورت خالص برای ما میسازه. دیگه از اون حالت تاپل به این معنی هستش که در میاره. حالا رو بحث ریوارد هامون ما میایم چی کار میکنیم؟ اونا رو اول تبدیلشون میکنیم به نامپای اری. اگه کار نکنه خب یه اشکالی توی ادامه کار میگیره، پس ما باید تبدیلشون کنیم اول به نامپای اری، دوباره میریزیشون تو همون ریواردز. یه سری دیسکانت هم باید تعریف بکنیم که البته اینجا یک هسته شاید خیلی تاثیر نداشته باشه، ولی چون الگوریتم داریم می‌نویسیم به صورت کامل، روی دیسکانت هایی که توی آینده داره تعریف میشه ما میایم اون گاما رو به توان اون شمارندش میرسونیم و اون رو ذخیره سازی میکنیمش به عنوان دیسکانت مرحله آیوم که البته اینجا آی به اضافه یکم میشه، چون یک دونه بعد 0 نباید، برای 0 مثلا یکمی رو ما باید اعمال بکنیم. خب برای انومریت استیت و یک شمارنده ای
که همون آی باشه، ما ریترنایی رو که داریم مجموع میگیریم و دیسکانت هم توش ضرب میکنیم، میریزیمش تو جی. این جیه میشه ریترنای ما. برای هر استیت و اکشن به خصوصی که ما الان توش هستیم، اینو مثبت مساویش میکنیم با خود جی. یعنی داریم چیکار میکنیم؟ داریم روی مجموع اینها یک عدد میسازیم. از مجموع اینا داریم یه عدد میسازیم و اونو توی ریترن سام نگه میداریم برای هر استیت و هر اکشنی که ما روی اون استیت داریم. ممکنه روی هر استیتمون چند تا اکشن داشته باشیم دیگه، خب ما روی کلش داریم میسازیم. بسیار. حالا n و q رو هم به این صورت تعریف میکنیم که n استیت اکشن رو هر کدوم که شد به اون استیت و اکشن رسیدیم، شمارنده n مربوط به اون یه دونه میبریم بالا. در مورد Q هم در واقع اون عددی رو که توی جمع به دست آوردیم، توی عدد بالایی به دست آوردیم، این رو به تعداد n مون تقسیم میکنیم تا یه میانگین باشه. خب اینو میذاریمش توی Q. حالا Q ما میانگین استیت و اکشن هایی هستش که در کل اپیزودها ما به اونا برخورد کردیم. این میشه خروجی ما در مورد مونته کارلو پردیکشن Q که یک فانکشن بود که ما ساخته بودیم. حالا همین فانکشنمون رو میام انوایرنمنتمون رو بهش پاس میدیم، مثلا عدد 500,000 رو به عنوان تعداد دفعاتی که میخوایم ران بشه بهش اختصاص میدیم. اون فانکشنی هم که برای ساختن در واقع اپیزودها بودش پاس میدیم. حالا میایم این رو ران میکنیم. خب با همون سیاستایی رو که در نظر گرفتیم. اتفاقی که میفته بعد از چاپ کردن این، ببینیم چی هستش. من اینا رو چون ران نکردم، بیام اینا رو ران بکنم. بسیار خوب. حالا شروع میکنه به آموزش دیدن. میاد اپیزودا رو تعریف میکنه، میسازشون، میانگینی گیروشون انجام میده. عدد میانگینی شروعی کیو رو میذاره توی هر کدوم از کیو استیت و اکشن هایی رو که باهاشون برخورد میکنه و چون عدد ما تعدادش بسیار زیاد هستش، 500,000 تا هستش، میتونیم بیشتر انجام بدیم. میاد تقریبا کیو ما رو، کیو بزرگی ما رو به کیو اس ای همه در واقع کار تعمیم میده. خب الان در مورد حالتی که ما یه یوزبل ایس داشته باشیم، همونجوری که ملاحظه میکنید، اینی که هم کوچیکش بکنم. بله. خب این الان داره نشون میده که DLR showing card، یعنی هم کارتی که DLR رو کرده بوده بر اساس 1 تا 11 بودش و در اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید مجموعی هستش که ما باش کار داریم و استیت ولیو هامون. این سه تا پارامتر رو اومده در قالب این گراف نشون داده که ارتباطشون چجوری هستش و در مورد نان یوزبل ایس هم این یکی گراف به دست میاد. پس بنابراین ما در مورد استیت اکشن هامون این دوتا گراف رو میتونیم به کار ببریم و پیاده سازی بکنیم. در آموزش هایی که بعداً خدمت شما هستم چه جوری بیایم از اینا استفاده بکنیم و سیاست پایمون رو هم بهینه سازی بکنیم، انشالله خدمتون ارائه میکنم. متشکرم. خدا نگهدار.